بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها: بازداشت 50 تن در ولایت‌های مختلف به اتهام فروش، استعمال و قاچاق مواد مخدر. تاکید معین مبارزه با مواد مخدر در دیدار با رئیس دفتر مبارزه با جرایم سازمان ملل متحد درباره مبارزه با مواد مخدر در کشور. و هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در کویت توسط طیاره‌های بی سرنشین ایرانی. سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. امروز چهارشنبه 13 ماه جوزای سال روان هجری خورشیدی است. من عزیزی هستم و مشروع خبرها. وزارت امور داخله میگوید که 50 تن در ولایت‌های ننگرهار، فرا، جوزجان، بلخ، کندهار، خوست، بغلان، کنر، کاپیسا، سمنگان و نیمروز به اتهام فروش، استعمال و قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. به گفته این وزارت 7 کیلوگرم تریاک، 3 کیلوگرم چرس، مقدار شیشه 6 لیتر مشروبات الکلی و 1369 تبلت نشاور از نزد افراد بازداشت شده به دست آمده است. همچنان 12 تن دیگر در ولایت‌های فرا، لوگر، غزنی، لغمان، پکتیکا، نیمروز و بلخ در پیوند به اتهام سرقت، انتقال غیرقانونی سلاح و استفاده از پولهای جعلی بازداشت شدند. شیخ عبدالرحمن منیر معین مبارزه با مواد مخدر در دیدار با پلک اوکسری، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درباره مبارزه با مواد مخدر و گسترش همکاری‌های مشترک گفتگو کرده است. وزارت امور داخله میگوید که در این دیدار رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد بر همکاری بیشتر در زمینه جلوگیری از مواد مخدر و فراهمسازی معیشت بدیل برای دهقانان تاکید کرده است. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایت میگوید که محتسبین این وزارت 9 مورد منازعه و دشمنی را در ولایت‌های تخار، بغلان، میدان وردک و دایکندی به گونه مسالمت آمیز حل کردند. به گفته این وزارت محتسبین همچنین 6 زن را از خشونت و بدرفتاری خانوادگی در ولایت‌های ننگرهار، تخار و بغلان نجات داده و حقوق شرعی آنان را تامین کردند. و در واپسین خبر، قماندانی مرکزی نیروهای آمریکا یا استنکام میگوید که موج دیگری از سیاره‌های بی سرنشین ایرانی نیروهای آمریکایی را در کویت هدف قرار دادند. استنکام مدعی شده است که در این حملات هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندیده است. همزمان سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در پاسخ به حمله شبانه آمریکا به جزیره قشم این کشور دارایی‌ها و پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. ممنون از توجهتان. سر به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و ایکس بزنید و از مهمترین‌های افغانستان، منطقه و جهان نیز آگاه شوید.